سلام بچه ها، به یه مینی ولاگ بیمارستانی خوش اومدید. من معمولا ساعت 7 سوار سرویس میشم و وقتی که میرسیم بخش رو تحویل میگیریم. بعدش هم شروع میکنم نوشتن گزارش ها، بعد داروهای خوراکی و تزریقی رو آماده میکنم و شروع میکنم دارو دادن. بعدش هم لیبل سروما رو میمیسم، میکروست ها رو آماده میکنم. چون میکروست ها بعد از 3 روز تاریخ انقضاشون میگذره، ما بعد 3 روز حتما میکروست ها رو عوض بکنیم. بعدش هم BS چک میکنم یا همون قند خون مریضای دیابتی. بعدش هم فشارها رو چک میکنم، علائم حیاتی رو چک میکنم و چارت میکنم. این دستگاهی هم که میبینید اسمش گلوکومتره. مریضای اتاق آخرم خیلی باحال بودم، با هم کلی خوش و بش کردیم. دیگه ساعت 1 اومدم خوابیدم. صبحم داروهامو دادم، 2 تا رگ خراب داشتم که رگا رو گرفتم و تموم شد کارام. گزارشام هم بستم و حالا فقط منتظرم که بخش رو تحویل بدم. بعد از تحویل بخشم راهی خونه شدم. ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگه بازم از این ویدیوها دوست دارید برام کامنت بذارید که براتون بذارم. مرسی.